گاهی اوقات تو شیفته یک کلام میشی، یه بار زمانی ممکنه شیفته یک نگاه شده باشی، یا اساسا نه به خاطر منش و شخصیت باشه، و حتی ممکنه به خاطر یک شرایط باشه. یعنی یک جایی یک کسی رو به خاطر قوی بودن یا ضعیف بودنش، میدونی یک فرمول نداره، خیلی پیچیده است. توصیف دوست داشتن خیلی پیچیده است. راز و رمز طرفداری اینه که تو همسفر میشی با یک کسی. این بازیکن‌ها دوره‌شون تموم میشه دیگه. ولی نکته فوتبال، اینجا تفاوت فوتبال با سایر ورزش‌هاست که این بازیکن‌ها میرن کنار، ولی تو با اون تیم یا باشگاه زندگی رو ادامه میدی. تو میتونی زوجت رو عوض بکنی، ولی تیمت رو نمیتونی عوض کنی. نه نمی‌کنی. کسی که طرفدار پرسپولیسه دیگه نمیتونه پرسپولیس، یعنی نمیتونه پرسپولیس. تو همون طرفدارا خیلی طلاق می‌بینی، جدایی می‌بینی، یعنی خانواده‌ها فرو پاشیده، ولی پیوند طرفدار و تیم و باشگاه پابرجا مونده و این حیرت انگیزه.